آقا میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم خدا رو دیده در حالی که خدا 30 سالش بوده و اون خدای 30 ساله‌ای که پیامبر دیده پاهاش سبز رنگ بوده. یعنی پیامبر ما خدایی دیده که 30 سالش بوده و پاهاش سبز بوده. اینو کی نقل میکنه؟ کدوم مذهب، کدوم فرقه؟ آیا به نظر شما فرقه غیر از فرقه 12 امامیه میتونه همچین خزعبلی رو تحویل مردم بده؟ نه نمیتونه واقعا. یعنی پیامبری که شیعه معرفی میکنه خدا رو در سن 30 سالگی دیده، یعنی خدای 30 سالگی دیده که پاهاش سبز بوده. اینو مگه ما میگیم؟ شیعه در کتبش میگه، در کتب مزخرفش میگه که میگه ما یک خدای 30 ساله داریم که پاهاش سبزه، اینو پیامبرمون دیده. میگه پیامبر خدای دید که پاهاش سبز بود.